سال آینده در اینجا در شهر کولاب ساختمان بزرگترین شفاخانه شروع می شود. شفاخانه که به بیشتر از 1 میلیون مردم منطقه کولاب خدمت می رساند. در ریاست تندرستی شهر گفتند کارهای اساسی ساختمانی تابستان سال 2017 آغاز می شود. ساکنان می گویند منطقه که شفاخانه هایش اکثرا از زمان شوروی میراث ماندند جوابگوی طلبات نیستند. امروز مردم دیگر با اون دستگاه‌های کهنه شوروی و دیگر دستگاهی که امروز علاقه شکل کاملی اون شکل نوی اون برآمده است اختراع شده است دیگر با اون احتیاج دارد و با اون مثلا دستگاه کهنه احتیاج ندارند. پول بنیاد شفاخانه را آلمان می‌پردازد و اینجا یک مرکز طبابت بیماری‌های روحی و نرکولوژی برای معالجه 120 نفر هم خواهد داشت. ساکنان کولاب تا حال مجبور بودند بیماران خود را برای طبابت به دوشنبه برند زیرا در شفاخانه‌های شهر امکان طبابت بیماری‌های جدی وجود ندارد. بیمارخانه برقرار شود ما باز بیشتر خرسند میشیم چون که من فرزندی دارم که با اسم داوود در بیمارخانه قریه گل‌مرغ توبت کردن بودم. چقدر مبلغ بسیار مصرف کردیم میخواهیم که همین بیمارخانه برقرار شود ما راه دور طی نکرده در همین بیمارخانه توبت کردیم. بیمارستان نو در مساحت 4 گکتار که میلیون ها دلار برای ساختمانش خرج می شود، تولدخانه، بخش احیاگری، جراحی و مرکزی تشخیص و معاینه خواهد داشت. قرار است ساختمان آن سال 2018 به پایان رسد.